چرا در انتخابات آمریکا کسی که بیشتر رأی میاره میتونه حتی بازنده رقابت بشه و رئیس جمهور نشه؟ انتخابات آمریکا با همه کشورها فرق میکنه و تعداد آرا رئیس جمهور رو مشخص نمیکنه، بلکه تعداد الکترال هر نامزد هست که مشخص میکنه کی میخواد رئیس جمهور بشه. حالا این الکترال چیه و چجوری میتونن هر نامزد این رو کسبش بکنن؟ هر ایالت آمریکا بر اساس تعداد جمعیتی که داره یه تعداد الکترال بهش اختصاص داده شده. به طور مثال تگزاس 36 تا و ورمانت یه دونه. علاوه بر این هر ایالتی فارغ از این که چه جمعیتی داره 2 تا الکترال سناتوری هم داره. پس در نتیجه و جمعاً تگزاس 38 تا و ورمانت 3 الکترال دارن. خب حالا میرسیم به رأیگیری تو ایالت. به طور مثال همون ایالت تگزاسی که 36 به اضافه 2 الکترال داره. حالا فرض کنیم 10 میلیون آدم میرن توی این ایالت رأی میدن. هر نامزدی که تعداد بیشتری آرا توی این ایالت بیاره 36 تا رو برای خودش میکنه. سناتورهای اون ایالت هم با توجه به این رأی مردمشون معمولا رأی میدن و اون 2 تای دیگر هم بهش میدن و جمعاً 38 تا رو برای خودش میکنه. یعنی آرای الکترال ایالت شکسته نمیشه که با توجه به نسبت آرا تقسیم بشه و جمعاً و به طور کل به یک نامزد اختصاص داده میشه. حالا با توجه به اینکه کلاً 538 رأی الکترال وجود داره، هر نامزدی که 270 رأی الکترال یعنی نصف به اضافه 1 رأی رو دریافت کنه برنده و رئیس جمهور میشه. سوال بعدی اینه که چرا بعضی از ایالت‌ها توی انتخابات آمریکا مهمتر هستن و نامزدها توشون تبلیغات و کمپین‌های تبلیغاتی بیشتری رو برگزار میکنن؟ یک سری از ایالت‌ها تو آمریکا به شکل سنتی به یک طرف تمایل دارن، یعنی بیشتر یا جمهوری خواه هستن یا دموکراتن. در نتیجه نامزدها خیلی تو اون ایالت‌ها کار تبلیغاتی انجام نمیدن چون نتیجه تقریبا از قبل مشخص. اما داستان سر ایالت‌هایی هستش که نتیجه توشون از قبل مشخص نیست و به اصطلاح بهشون میگن سوینگ استیت یا ایالت‌های چرخشی که تو هر انتخابات میتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده. تعداد این ایالت‌های مهم چرخشی 7-8 تا هستن، مثل پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، جورجیا، آریزونا که اینها میتونن نتیجه انتخابات آمریکا رو تغییر بدن. پس این بار که داری انتخابات آمریکا رو پیگیری میکنی حواست به این ایالت‌های چرخشی باش.